نمیدونم چه گره‌ای توی زندگیت هست که به این پست هدایت شدی. ولی مطمئنم که یه مسئله‌ای توی زندگیت هست که خداوند خواسته این پست رو ببینی. شاید الان گره مالی داری. شاید به یک نفر اعتماد کردی و اون رهات کرده. شاید توی وضعیتی هستی که آرزو می‌کنی سلامتی کاملت رو به دست بیاری. نمیدونم چه گرهی داری، اما این رو میدونم که با دیدن این پست و انجام سوره‌ای که بهت میگم، گره از زندگیت به طور کل باز میشه. میدونی فلق یعنی چی؟ فلق یعنی شکافتن. فلق یعنی تولد دوباره. فلق یعنی آفرینش. دیدی توی ظلمت شب تاریک که میشه، یه دفعه خورشید میاد تو آسمون و طلوع میکنه؟ دیدی میگن دونه گیاه رو تو دل سرد زمین که میکارن از دل اون سرما میشکافه و جوونه میزنه؟ فلق یه همچین چیزیه. ازت میخوام 10 روز صبح به محض بیدار شدن سوره فلق رو بخونی و مطمئنم که گره زندگیت به کل حل میشه. و ازت میخوام که حتما بنویسی یا نور که سریعتر گره از زندگیت وا بشه.